ما خوش خودتم از قوم باقی؟ نه باقی نیم ما خدا خیر کنه و ما خوشی قنبرلی خب خدا خوش کرده نه باقی فکر شد بله بله نه باقی خوب است خداوند بود اینجا مرید گشتی مادم برادر گل از اینجا مادم برادر گل باز ما خلاص شد خب خوبه خوشخویی کنی خود خرا حالی گپ از این منطقه شما از کوچی چی گپای میشه که چیز هم در شیطنه خود شوانه بد که داریم خوب بونه اون در دستی بود ما بود نه خب برادر گلی چی حسابه که برادر گل میام برادر اون در دستی بود ما بود است کم نه فکرت است آره در این سرچشمه زغق آماده تو یعنی آفرین اینی کلگیش بگو که بلده هم سنگایش بگم چیز نوشته یا در زنگیر بگو که بلده تو سنگایش بگم که چی نوشته یا بابا شهرستان دود از کنده بلند میشه آجی مگم دود از کنده بلند میشه وی حالی دمی پریش دیده راست گلباز سلام علیکم کجا راییه او بچه گوشه نگردم و مشونگ نمخریم باش که اینه فهمیدی؟ دنیا یه ببخش دیگه نه خواهش راحت تو نو دیدم مگم دنیا رو که خراب کنه تکبری خفه نشی نه ماشی راحت باش هیچ مقصد سری دنیا سرش خبر نباش بدو خوبیش تیر میشه والله و بالله روزی تیر شده که برادر گل خیلی روزایی والد ای والد شما شکر میکشیم هزار باش مگم اینی میقدر که روح گرفتم برادر گل این یک دل خودت پاک منم که برادر گل نشوه که برادر گل بخیر بخیر باری زنگول پیچه و زنگول پیچه را بخیر ای خیر خبر نه دیگه که بله درد بردو فی العاقل و الاشاره فهمیدی اینی که کلافتی در دشت دو بوشتی باز ایلا تاشو بونه باز اونو سرک شو اونو تدریک یا رافتی باز الباقل مرگه یعنی سکرترش پر داریم شخه ما خوی خوب بخش دیگه این خودش مزاقم نداره مال بازم یک چیز بگویم که میدیل اینجا خفا نشه پینیش خر میگه پیشنه تو برتو جای چرگول علی شخکی شکافم کیه ما نشناختم یه موتروانی از موی یه دیگه دمزی ساحه فهمیدی قدم به قدم بلده دیوالی نه ما پسموجم یه نال یک دیگه بدر گل از چیه ماده بود اینجا شارک مو رفت یک توریست سواری داشت از دیوالم بود نامش نام فهمیدم گفتم تو گل تازه ای مو گلای کنار کم کم پای مو بریم هم تازه رو برادر گل تقریبا کیا تازه گل کرده وی زمین پیش دولت راست فکر شد خفه نشی دیگه نه بیادر چه جای خفگی نیه خاطرت باشه چه گرفتی الشیر؟ بایتون خوبی مریم می جور باشی کاکای اگه شما مریم بسم الله نه ما برادر همین جای شما از دویت دیگه نه ما اصلا با کلم همین جای اصلی هم جای اصلی ما دیگری منبرم ما چیزی منبر اینجا سراغ اینجا کدام خانه دوست ما بودیم بودم خانه دختر ما بودیم شب اونجا بودیم شب اونجا تا شدم من گاز خر میگیرم ما خر دارم ما بسیار عالی بسیار عالی خب بازم خوشحال شدیم آجی کاکا تشکر بریم بخیر بریم با سلامت بخیر باشی تو که سفر کردی با سلامت برم بخیر باشی نباشه پرت خدا شازمی را زمین اینجا پرتین خدا يكاس من بارق الخشاع الوقل اینجی منطقه قلخوشک یعنی منبرشی 3 منزل کار شده کارم جریان داره اینی تامخانه ایشیه بهش بریم شما رو نشون بدیم که
آشپزخانه از چی رقم است. یعنی مجهز تمام چیز داره. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. کربلایی سلام علیکم. سلام علیکم. خدا قوت. خدا خیر. شما خوبین؟ خیرادین؟ بنده باشی. کتابخانه شی یا خوابگاهشی آجی؟ هم دفتر هم کتابخانه. خاص کارشون پیش. روشو است دیگه. خوبی خیلی بشه خوب باشه الحمدلله بخیر. شکر. جور بشه. خب ان شاء الله کامیاب بشه. سلام علیکم. سلام علیکم. بس بخیر. نمیاد حیوانات. این پنجره میگه که ظالم غیبی هم آده. موضوع داره شروع. به نام خدا اینجا پلخوشک زیارت عظیمه. فهمیدی؟ کسایی دردای به درمان، کسایی که هستن اولاد ندارن، کسایی هستن که حاجت روا نیان. حاجت از یا اینجا روا میشه. حتما هر حاجتی که داریم ان شاء الله روا میشه. خیلی کسا هستن که رفتن که خارج دوا کردن، دیگه کردن، نتیجه ندادن. ولی این جماعت اگر زن کار داشتن خدا برش زن داد، اگر بچه کار داشت بچه دادن. اونایی که مشکل جنسی داشتن حتی خدا بلدشی تکلیفش رفت کردن. شما یک دفعه دوستا کوشش کنید اینجا بید در جای غریب افتاده ولی فعلا جور کرده، جای خوبیه. انشالله بسیار یک جای از نگاه سرسبزیش هم بد نیه. منتها ساحه فهمید غریب نشینه کفایت مونه. سایه قلخوشک سر الواقل متوجه؟ عوام گرمه. با اجازه بریم که وقت دیره کابل باز هم دیگر رو میگیریم. وقت خوش. خداحافظ.
کشیدیم اگر نه مانده نشد مانده یکی دست‌ها بخراب کنه خب بیا خیر برای مردی هم یک تجربه میشه تجربه آره پاکش تجربه این کارا کس پاکش تجربه بعضی تجربه رو گفت بدیست میره بعضی خیلی به سختی سرشی هزینه میدیاره